بچه امروز داریم با یه داستان درام که هم ترسناکه هم باور نکردنی. خب بذارید از اول براتون توضیح بدم. مری بل تو سال 1957 توی خانواده خیلی مشکلدار توی انگلیس به دنیا اومد. مادرش که خودش از نظر روانی حالش خوب نبود، از همون کودکی مری رو تو شرایط خیلی بدی قرار داد. میدونید مادرش حتی چند بار سعی کرده بود مری رو بکشه ولی موفق نشد. انگار این بچه با یه سرنوشت عجیب بود. خب ولی از اون بدتر اینه که مری تو هم بچگی مدام مورد سوء استفاده قرار میگیره. حالا فکر میکنید این شرایط چطور به خشم موسد عجیب تو وجود مری ایجاد کرد و این تازه شروع ماجراست. میخوام ببینید چرا. خب بیا علاقه کنید. ببین جنایت مری. خب حالا میرسیم به این بخش وحشتناک داستان. سال 1968 بود و مری فقط 11 ساله. بله درست شنیدید، یه دختر 11 ساله اولین قربانیش پسر 4 ساله بود به اسم مارتین. مری با یه خونسردی عجیب اینو کشت و برگشت خونه. انگار نمی‌دونید این اتفاق افتاده ولی این تمام ماجرا نبود. بعد از این مدت یه پسری که به اسم برایان رو به خط میرسونه. این یارو مری با یه قیچی بدنش زخم‌هایی زده بود و حتی یه حرف ام روی شکمش حک کرده. تصور کنید یه بچه 11 ساله با این همه خشونت میاد. اصلا نمیشه اصلا پرام ریخته بودم چی بگم. حالا یه رفتاره عجیبیش بعد از جنایت بود ولی چیزی که مری رو از بقیه قاتلان متفاوت میکنه میشه رفتارش. بعد از جنایت مری مدام به محل جنایت برمیگشت و حتی با خونسردی درباره قتل حرف میزد. یه بار به مادر یکی از قربانی‌ها گفت فکر میکنید بچه‌ها چطوری مرده؟ اصلا باور کرده نیست این رفتار مری باعث شد پلیس بهش مشکوک شه و دستگیرش کنه. البته نورما دوست مری هم تو این پرونده درگیر شده. دوستش هم حتی درگیر کرده. خب ببین حالا میریم سراغ دادگاه و محکومیت. وقتی مری رو بردن دادگاه پزشکان گفتن اون از اختلالات روانی شدید رنج میبره. ولی خب اون فقط 11 سالش رو، برای همین به جای زندان اونو فرستادن مرکز نگهداری. اما قضیه اینجا تموم نمیشه. زندگی مری بعدا پیچیده در میشه. حالا میبینیم زندگی بعد از آزادی شد. بگم بعد از 12 سال مری آزاد میشه. اون یه هویت جدید گرفت و کسی نمیدونست الان کجاست. شاید الان یه مادر بزرگ باشه یا حتی یک آدم کاملا معمولی که کنار بقیه زندگی میکنه. ولی تصورشو بکنید کسی که تو بچگی 2 قتل انجام داده حالا شاید تو خیابان کنارتون رد بشه و اصلا نفهمید چه کسی بوده. خب نتیجه که میگیریم اینه که داستان مری بل فقط یه داستان جنایی نیست، یه پیام عمیق داره. این که پشت چهره‌های معصوم هم ممکنه طوفانی از خشونت و تاریکی پنهان شده باشه. همیشه میگم دنیا پر از چیزایی است که ما نمیدونیم و این داستان یه نمونه واقعی از این که انسان‌ها گاهی چقدر میتونن ترسناک و وحشتناک باشن. خودتون هم خوشتون اومده باشه لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید، زنگوله بغلم بزنید. ویدیویی که گذاشتم حتما شما ببینید و اگه دوست داشتین پیشنهاد کنید که پرونده بعدی درباره چه کسی